شفا با آقای موشکار، با آقای موشکار. سلام آقا، بنده موشکاف میخوام یه دوره کلاس زهرشناسی برای دوستان بذارم. یعنی الان به قدری در رابطه با آثار و عوارض زهر هسته‌ای خبره شدن که قشنگ میتونم به هر موشکافی تو هر جای دنیا آموزش بدم. کتابا و فیلمای کمک آموزشی هم تا دلتون بخواد دارم. بفرمایید، اینم یه نمونهش. بهانه جدید آمریکا برای ماجراجویی در سوریه. شورای امنیت به قطعنامه‌ای در خصوص شناسایی عاملان حملات شیمیایی در سوریه رأی داد. طراح این قطعنامه آمریکا بود. بر اساس این قطعنامه دبیرکل سازمان ملل موظف است تیمی را با کمک سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی که مقر آن در لاهه هلند است ظرف 20 روز تشکیل دهد. بله، اینجا همون جاییه که زهر هسته‌ای از گلوگاه عظما جاری میشه و بعد از چرخیدن تو اقصا نقاط جسم ناقصش میرسه به ناحیه اثناعشر. حالا اثناعشر کجاست؟ همون جا که قرار زهر منطقه‌ای رو توش بریزن. آره دیگه، ببینید خود تیوی ریش ادامه مسیر زهرخوری رو چطوری پیش بینی کرده. تروریست ها طی چند ماه قبل در سوریه و نیز عراق چند بار دست به عملیات شیمیایی زدند که مهمترین آن علیه کردها در شهر کوبانی بود. همین موضوع بهانه شد تا آمریکا نقشه تازه ای را برای سوریه کلید بزند. این نقشه طی چند هفته گذشته با کمک دولت اردوغان در شمال سوریه آغاز شده بود. آنکارا با تشدید حملات علیه کردهای PKK زمزمه منطقه پرواز ممنوع را در شمال سوریه سر داده بود. برای تکمیل این نقشه آمریکا هم تلاش‌هایش را با کمک همپیمانانش در سازمان ملل شروع کرد. هدف هم حذف بشار اسد است. این نکته را به صراحت اعلام کنم که ما به دنبال حل و فصل سیاسی بحران سوریه هستیم. این راه حل نمیتواند شامل بشار اسد رئیس جمهور سوریه باشد. به نظر میرسد با مصوبه امروز شورای امنیت باید منتظر تکمیل طرح‌های آمریکا در سوریه باشیم. از تحلیلای آبدوخیاری و صغرا کبرا چیدن آخوندا که بگذنیم میرسیم به گوشت قضیه، یعنی ترس ولی فقیه و اذنابش از وضعیت منطقه‌ای و بلند شدن بوی الرحمن بشار. حالا اون چه که علی گدا انتظارشو میکشه نه طرح‌های آمریکا، بلکه از دست رفتن عمق استراتژیکشه. به خصوص این که روسیه نه تنها این قطعنامه رو وتو نکرده بلکه نمایندش استقبالم کرده. سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفت این قطعنامه میتواند پیامی به کلیه مسببان حملات شیمیایی در سوریه باشد که بدانند نمیتوان از بار مجازات گریخت. مستنداتی که علیه این افراد جمع‌آوری شده برای محاکمه آنها استفاده خواهد شد. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، نیز تصویب قطعنامه را موفقیتی بزرگ خواند. بله، اینجوریه که رشته‌های 30 ساله علی گدا در منطقه حلقه به حلقه و لا به لا پنبه میشه و ولی فقیه زهرخورده مهرهاشو تو شطرنج سیاسی یکی یکی از دست میده. حالا دیگه نه فقط بنده موشکاف بلکه خیلی از تحلیلگرها و مفسرای دیگه هم هستن که حرکت زهر رو تو رگای علی گدا تعقیب میکنن و با جفت چشماشون میبینن که سمت و سو چیه. یه نمونهشو خودتون بشنوید. توافق اتمی به طور گسترده‌ای بر روی سایر موضوعات خاورمیانه تأثیر می‌گذارد و ممکن است در سوریه در حال وقوع باشد. یک سری تحرکات دیپلماتیک نشان از افزایش تمایل برای راههایی دارد که به جنگ داخلی این کشور خاتمه دهد. سوریه یکیشه، باقی جام زهر هم تو راهه. از جام زهر حقوق بشری بگی تا بین المللی و اجتماعی،
علی گدا هر چه قدم بگیره و هر چه قدم ببنده پناهی کار ساخته است. این زهری که من دیدم درمون بشو نیست. نوچه های علی گدا این دفعه به جای بیمارستان باید دنبال چی باشن؟ باید دنبال قبرستون بگردن.